صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم از هر جایی که ما را میبینید سلامت و سربلند و در پناه رحمتی پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. باز با نعمت و رحمت پروردگار جل و علا ما در خدمت شما هستیم در برنامه پخش مستقیم شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان. و موضوع ما برادران عزیزم فضیلت ماه مبارک رمضان و احکام روزه می باشد. ما مفصل در موضوع ماه مبارک رمضان و فضیلت آن صحبت خواهیم داشت و در اخیر می خواهم که بعد از انجام صحبت شما می توانید سوالایی که دارید در پخش مستقیم بپرسید و جواب آن را بگیرید به امید خداوند. خب رقمی که هست 221 2411 اگر خطا نکنم، پس می توانید در این رقم زنگ زنید. پس ببینیم بیننده گرامی، وقتی که ما آیت‌هایی که ماه مبارک رمضان، روزه ماه مبارک رمضان را فرض گردانید برای بندگان خداوند جل و علا، خداوند در قرآن آورده است. پس چنین شروع می شود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم، کتب یعنی فرض، برای شما فرض گردید، کتب علیکم الصیام، روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه ماه مبارک رمضان برای شما فرض گردید چنانکه که بر امتانی پیش از شما فرض گردانیده شده بود. یعنی این عبادتی هست که امتانی گذشته نیز با ما شریک بودند، آنها نیز روزه می داشتند. یکی از حکمت هایی که خداوند جل و علا قوم های گذشته را در اینجا مثال آورد و ذکر کرد که چنانکه بر قوم ها و ملت های پیش از شما فرض گردیده بود، بر شما نیز فرض گردیده است. یکی از حکمت هایش این است که شما آسوده باشید. در این راه ملت ها و قوم های پیش از شما روزه داشتند، در این راه رفته بودند و کامیاب و سعادتمند شدند. لعلکم تتقون، روزه برای چی است؟ حکمت روزه برای چی است؟ برای اینکه انسان پرهیزگار شود، خوش اخلاق باشد، برای اینکه تمامی بدی ها را از خود دور کند، دل خود را پیش از همه از کینه و عداوت، دشمناگری، از دیگر بدی ها دل خود را پاک کند، خود از دیگر عمل های زشت دور بایستد. در دوام آیات خداوند جل و علا میگه ایام معدودات، روزهای معدودی است. ببینیم امروز اگر ما خطا نکردم در ششم یا هفتم روزی ماه مبارک رمضان قرار داریم. چقدر تیز گذشت این ماه مبارک رمضان، چقدر روزها تیز میگذرند. پس باید آن را غنیمت شمرد. پس وقتی آیت دیگر را میخونیم، خداوند جل و علا میگه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان این ماهی هست که در اون قرآن نازل شده است. ببینید در این آیت خداوند جل و علا نمیگه این ماهی هست که روزه برای شما فرض گردید، یا که نمیگه این ماهی روزه است، ماهی صبر است، ماهی استقامت است یا دیگر، بلکه قرآن را در اینجا ذکر میکنند. برای همین ماه مبارک رمضان را بیننده عزیز ماهی قرآن میگویند. یعنی انسان باید این کتاب خداوند جل و علا را بخواند و بفهمد و عمل کند و زندگیش را زیبا و مفید و با برکت کند، خود انسان صالح باشد و دیگران منفعتش برسد. و بعد از آیت دیگر است خداوند جل و علا میگه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. ای محمد صلی الله علیه وسلم، اگر بندگان من از تو درباره من پرسیدند بگو فإنی قریب. نمیگوید که و بندگانم بگو که من قریبم، من نزدیکم، بلکه خداوند جل و علا مستقیما به بندگان میگه که
فإنی قریب، اگر از من میپرسند من به اونها نزدیکم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم پرسنده رو وقتی طلب میکند، وقتی مناجات میکند. پس برادران عزیزم و خواهران گرامی، ببینیم روزه ماهی هست که انسان باید از تمام بدیها و زشتیها و تمام گناهان ترک کند، خود را تبابت کند، از زشتیها دوری کند. پس در این حال کامیاب و موفق میشود. میخواستم که یک مثال بیارم از حسن بصری رحمت الله علیه. شاگردان از او پرسیدند که ما چی طور میتوانیم یقین کنیم یا اینکه نشانه‌ای هست که عبادت‌های بندگان خداوند جل و علا، یعنی عبادت‌هایمان قبول شده است یا اینکه نه، و یا نشانه‌ای دارد؟ امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمودند که بله، این نشانه‌هایش، یکی از نشانه‌هایش این است که بعد از هر یک عبادت در تو تحولات نیکی ایجاد شود، تو خیرخواه‌تر شوی و از بدیها دورتر شوی. پس این است نشانه قبولیت عبادت. پس اگر میخواهیم که بدونیم و بفهمیم که آیا روزه هایمون و عبادت هایمون نزد پروردگار جل و علا قبول شده اند یا اینکه نه، نشانه اش این است که ببینیم آیا ما با پیش از رمضان فرق میکنیم یا اینکه نه. آیا ما همون انسانی هستیم که پیش از رمضان بودیم یا اینکه تغییراتی در ما شده است، ما خیرخواه‌تر شدیم. بیایید ماه مبارک رمضان رو از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یکی از عبادت هایی که تمام گناهان گذشته تو را می‌آمرزد. ببینید تمام گناهان گذشته تو اگر می‌خواهی محو کنی و خداوند تو را بیامرزد، پس روزه تو را با اعتقاد، با امید روزه بگیر. یکی از عمل‌هایی که تمام گناهان گذشته را می‌آمرزد این روزه ماه مبارک رمضان است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که هر کسی که ماه مبارک رمضان را به نیت حاصل کردن ثواب و امید از پروردگار جل و علا اگر روزه بگیرد، غفر له ما تقدم من ذنبه، خداوند تمام گناهان گذشته‌اش را می‌آمرزد. و این حدیث را امام بخاری روایت کردند. پس باید دیگرگون شویم. ماه مبارک رمضان این مکتبی هست که انسان را نکوتر و خیرخواهتر میکند و از رذایل و بدیها و پلیدیها و زشتیها دور میگرداند. ببینیم برای انسان روزه‌دار چه وعده ها شده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که سهل رضی الله عنه روایت میکنند میفرمایند ان فی الجنة بابا یقال له الریان، و درسته که در جنت دروازه‌ای هست الریان، نامش ریان است. یدخل منه الصائمون یوم القیامه، در روز قیامت تنها روزه‌داران و این در ریان داخل جنت میشوند. خداوند جل و علا ما و شما و تمام خانواده‌مان و گذشتگان و آیندگانمان را از جمله بهشتیان بگرداند. پس ببینیم در دوام حدیث می‌فرمایند لا يدخل منه احد غیرهم، هیچ کسی به جز روزه‌داران دیگر داخل نمی‌شود. گفته می‌شود، یعنی ملائکه ندا می‌کنند این الصائمون، روزه‌داران کجایند؟ روزه‌داران کجایند؟ فیقوم، پس روزه‌داران همه برمیخیزند لا يدخل منه احد غیرهم، هیچ کسی به جز روزه‌داران داخل جنت، یعنی داخل این در و جنت نمیشه. فاذا دخلوا، وقتی که روزه‌داران همه با دری
ریون داخل جنت میشوند فلم یدخل منه احد، پس این در بسته میشود و دیگر هیچ کسی داخل این در با این در داخل جنت نمیشود. ما میدونیم که جنت 8 در دارد. جنت 8 در دارد. دری نماز است، دری ریون است و دیگر درها هستند. با امید خداوند در موضوع 8 دری جنت صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های آینده. ببینیم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه، وقتی که ماه مبارک رمضان میرسد درهای جنت گشوده میشوند. فتحت ابواب الجنه و دیگر و غلقت ابواب جهنم و غلقت ابواب جهنم و درهای آتش جهنم بسته میشن و سللت الشیاطین و شیطان ها همه در زنجیر کشیده میشوند، دیگر نمیتوانند انسان ها را به گمراهی ببرند. ببینیم بیننده عزیز، این ماهی هست که باید باز بگردیم. این ماهی هست که باید به سوی پروردگار جل و علا باید باز بگردیم. برای روزداران دشواری است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مژده دادند، فرمودند للصائم فرحتان، برای انسان روزدار دو خوشنودی است، دو مژده است. یفرحهما اذا افطر فرح، وقتی که افطار میکند بیگاه میشد، افطار میکند خوشحال میشد. و میبینیم و اذا لقی ربه فرح بصومه، و به سبب ماه روزه داشتن در ماه مبارک رمضان، بیننده عزیز ببینیم که بالاترین نعمت جنت چی هست؟ دیدار خداوند جل و علا. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که برای روزداران دو مژده است، دو خوشنودی است. اول وقتی که افطار میکند خوشنود میشود و دیگر به خاطر ماه مبارک رمضان روزه داشتنش پروردگار الله جل و علا را به یکان پرده میبیند. پس برای این روزش در آن روزی سخت بسیار خوشحال می شود. خداوند جل و علا دیدار خودش را برای همه ما نصیب گرداند، برای تمام مسلمانان نصیب گرداند که بالاترین نعمت جنت بیننده عزیز این دیدار پروردگار جل و علا هست. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در موضوع دیدن خداوند جل و علا صحبت کردند، صحابه پرسید چطور ما همه پروردگار را میبینیم، آیا کسی را چی نمیکند؟ خلل نمیرساند؟ در حدیث اومده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند به مانند ماه، یعنی هیچ چیزی مانع دیدن انسان به پروردگارش نمیشود، چنان روشن و زیبا و بی یگان خلل و مانع پروردگارش را میبیند. خداوند جل و علا و همان دیدارش را و روزگیش را نصیب گرداند. ببینیم سوال شد که کسی که فراموشن از روی فراموشی اگر چیزی رو بخورد یا بنوشد چی حکم دارد؟ پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند می‌فرمایند من نسی و هو صائم، من نسی و هو صائم فاکل او شرب، هر کسی که روزدار بود و فراموش کرده خورد یا نوشید فلیتم صومه، پس روزه‌اش را دوام بدهد. فانما اطعمه الله و سقاه، در حقیقت الله جل و علا به او طعام و شراب داده است. شیعه که میگن هر کسی که در رمضان از روی فراموشی اگر چیزی بخورد یا بنوشد
او گوییم مهمانی پروردگار است. این حدیث رو امام بخاری و مسلم روایت کردند. می‌بینیم وقتی که ماه مبارک رمضان فرا رسید، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بالای منبر برآمدند و گفتند این هذا الشهر قد حضرکم. در حقیقت این ماه مبارک رمضان برای شما فرا رسید، این ماه مبارک. و فیه لیلة خیر من الف شهر. و در این ماه شبی هست که بهتر است از 1000 ماه، بهتر است از 1000 ماه. خداوند جل و علا در سوره قدر میگوید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر. و تو چی دانی که شب قدر چیست؟ پس در جواب میگه لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است. 1000 ماه رو اگر ما حساب کنیم 83 سال و 4 ماه. همین است که وقتی انسان در روز قیامت نامه اعمالش را بر دست راستش میگیرد، انسان صالح، انسان کامیاب، میبیند که هزارها سال عمر و نیکی و پاداش دارد. پس میپرسد این من 80 سال یا 60 سال عمر دیدم، این قدر پاداش از چی است؟ پس ندا میآید که این همان فرصت هایی بود که خداوند جل و علا بر تو نصیب کرد و تو آن را قدر کردی. ببینیم اگر 10 شب قدر را دریافت کنیم، پس باید کوشش کنیم. باید کوشش کنیم که این ماه مبارک رمضان شب و روزش را خوب استفاده بریم. هر یک لحظه هایش را خوب استفاده بریم. بیننده عزیز، خداوند جل و علا بندگانش را بسیار دوست می‌دارد. ما و شما را خداوند جل و علا بسیار دوست می‌دارد و می‌خواهد با این فرصت، با این مناسبت و آن مناسبت ما و شما را کامیاب کند. با این مناسبت و آن مناسبت ما و شما را برکت بدهد، با آمرزد و نهان. همین است که شیطان ناامید می‌شود. وقتی انسان مسلمان روزه میگیرد از روی ایمان و اعتقاد و امید، خداوند جل و علا همه گناهان گذشته‌اش را می‌آمرزد. در اینجا تمامی فتنه ها و وسوسه ها و هدف های ناپاک شیطان در یک لحظه از بین می‌رود. خداوند جل و علا این ماه مبارک رمضان را با تمام خیر و برکتش به ما نصیب گرداند. در اینجا سوال اومده است که در حوض شناوری کردن روزه را میشکند یا اینکه نه؟ بله، روزه را میشکند. علما میگن اگر انسان در دریای روان اگر خب شنا کند باکی نیست، اما وقتی که در حوض یا به زبان روسی بگیم در بسین اگر شنا میکند و بازی میکند، پس در اینجا محکم است. احتمال زیاد دارد که در بدن انسان چی از دهن و بینی باشد، چی از دیگر راه ها باشد، شاید که آب داخل شد. اگر شما سواری دارید می توانید که در پایان همین نوار سوارهای خود را بنویسید. پس ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند میفرمایند الصوم جنه. روزه سپر است. الصوم جنه. روزه سپر است. سپر از چی؟ سپر از آتش جهنم. اگر میخواهی که بدبخت نباشی و در آتش جهنم نه و در این ناکامی نرفتی، از جمله ناکامان، از جمله انسان‌های جهنمی نشوی، پس روزه بگیر. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که روزه سپری هست،
جوشان است برای تو از آتش جهنم. وقتی تو روزه میگیری به خاطر خداوند جل و علا، خداوند جل و علا تو را از آتش جهنم دور میگرداند. این سخن من نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیحش آمده است که می‌فرمایند هر کسی که به خاطر خداوند جل و علا یک روز روزه بگیرد، خداوند جل و علا او را از آتش جهنم به مسافه 70 سال دور میکند. یک روز. خداوند جل و علا بالاترین نعمت که هدایت است ما شما را نصیب گردانید، ایمان است و ما شما نصیب گردانید. پس باید ما بی‌پروا نباشیم در دینمون، در دنیایمون باید بی‌پروا نباشیم، چنانه که سعی کوشش میکنیم که در دنیا به سطحی بلند برسیم و پیش هیچ کسی سرخم یا نیازمند نباشیم. پس باید برای آخرتمون نیز کوشش کنیم، مهنت کنیم و عبادت کنیم و نیکی کنیم. ببینید بیننده عزیز، جنت به دست آمدن خیلی آسان است. جنت رو به دست گرفتن یا جنتی شدن خیلی آسان است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کسی که یک یتیمی را کفیل می شود، کفیل خوانش و تربیه و تعلیمش می شود، در جنت به مانند همین 2 انگشت با من خواهد بود. پس یک یتیمی رو سرپرستی کن تو اینکه در همسایگی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جنت باش. مکانت رو تو میتوانی در همین زندگیت حالا جنتت رو آباد کن. در حدیث صحیح آمده است هر کسی میگوید سبحان الله و بحمده، برای او درخت زیبایی در جنت بنا میشود. سبحان الله و بحمده. و در حدیث صحیح دیگر میگوید کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. 2 کلمه هست خفیفتن، بسیار در زبان و تلفظ بسیار آسانند. ثقیلتان فی المیزان، در ترازوی نامه اعمال انسان در روز قیامت نجات دهندند. وزنینند. حبیبتان الی الرحمن، از همه این بالاتر این 2 کلمه انسان را محبوب پروردگار جل و علا می‌گرداند. اینها چی‌ها؟ کدام کلمه ها هستند؟ سبحان الله و بحمده، پاک و منزه است پروردگار جل و علا و حمد و سپاس و ستایش مخصوص خداوند جل و علا است. سبحان الله العظیم، پاک و منزه است خداوند جل و علا که بسیار بزرگ است. بعد السلام علیکم. خب خواهش میکنم یک بار دیگر زنید که بعد السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و علیکم السلام. حضرت دنبال سوال داشته؟ بله تجربه. حضرت علی میگفتن که سحری خوردن شرط هست یا نه؟ سلامت باشد. خب سوال دیگه هم داریم حضرت. زیرا خب بله. بابای بله دنبال جو فرمایید. میگفتن که همین ماه شریف رمضان معلوم است که چند روز هست؟ یعنی چقدر معلوم است که چند روز است؟ مثلا 30 روز یا 29 روز؟ بله حتما صحبت میکنیم. سلام علیکم. خب سوال اومد که سحرخواری واجب است یا اینکه فرض است یا لازم است یا چی حکم دارد؟ ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند در سحرخواری برکت است، در سحر امتی من برکت است. پس سنت است که انسان با آب یا خرمای یا چیزی تناول کند، سپس روزه‌اش را نیت کند
روزه‌اش رو بگیرد. فرض نیست، یعنی یکی از احکامی، یکی از اساسی ترین خب یا فرض‌های روزه نیست. اگر فراموش کرد یا در خواب ماند وقتش گذشت، میتواند که نیتش رو دوام بدهد، یعنی روزه‌اش رو دوام بدهد و هیچ خللی در روزه‌اش نیست، اما ترک سنت میشود. خوب است که خب به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمل کنیم. خب دیگه سوال گفتن که رمضان خواهش زیاد سوال رو جواب دادیم، بعد ان شاء الله سوال تکرار خب سوال رو میگیریم بعد جواب میدیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت علیکم السلام. الو بله گپ زنی گوش کنید سمکن. استاد عزیز میگفتن که روزه گرفتن بچه ها فرض است یا که بیماری که دو چند روزه گرفتن میتونه یا نمیتونه؟ سربلند باشید. خوب کن. خوب. خب سوالی که آیا رمضان 29 یا 30 روز می شود یا که نه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ماه با دستشون اشاره کردن سه بار اشاره کردن که 30 می شود و بار دیگه اشاره کردن که دو بار دستشون رو یعنی 50 یعنی 20 سه بار یکی از انگشتانشون رو سین پایین کردن یعنی که ماه 30 و 29 می شود. ماه 30 و 29 می شود. ناممکن است ماهی قمری و هجری گوییم 28 روز یا که 31 روز شود. پس ببینیم وقتی که شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان اعلام نکند که در همین روز روزه است، پس باید ما همه اطاعت کنیم، برای اینکه در آن همه دلیل‌های علمی و شرعی وجود دارد. یعنی بیهوده و از پیش خود شروع علما فتوا نمیبرند. برای همه ما شهروندان تاجیکستان، آنانی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند، باید ما هممون در پرتو در مسائل های دینیمون باید با شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان باید متحد باشیم. هر سوالی و هر چیزی مسئله های اختلافی که هست اگر نمیدونیم باید حتما مراجعت به شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان که اینها مسئولیت دینی ما را به عهده دارند نزد پروردگار جل و علا و نزد ملت، نزد خدا در این دنیا و آخرت. شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان اعضایان آن زیاده از 25 نفر عالمان متخصصانند و با دیگر مؤسسه ها و مرکزهای تعلیمی انستیتوت استرافیزیک و دیگر مرکزها همکاری دارند. وقتی که گفتن همین روز عید است یا همین روز اولی ماه مبارک رمضان است، باید ما اطاعت کنیم، چون که خداوند جل و علا در قرآن میگوید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید خدا رو اطاعت کنید و پیامبرش رو اطاعت کنید و سروران و راهبران خود رو اطاعت کنید. پس ببینیم شورای علما راهبران دینی ما هم باید ما تمام فتواهایمان را باید از آنها بگیریم و هر مسئله اختلافی هست باید از آنها بپرسیم. متاسفانه میبینیم بعضی کشورها رو مثال میارن که وقتی در اینجا ما عصر میخونیم و در اینجا اگر نمازی خفتن انشاء الله اگر بخونیم در اونجا عصر خونده میشه. اگر ما عصر در اینجا خونیم آنها ما رو در اونجا پیشین نشده است. یک دولت هایی رو مثال میارن که زیاده از 4-5 هزار کیلومتر مسافه دور دارد. پس سوال سوم همین بود که روزه به کی فرض شده است؟ به کی فرض است؟ به انسانی که بالغ است، سالم است، مؤمن است. و به کی فرض نیست؟ به کی اجازت شده است که روزه اش را بخورد؟ به انسان بیمار یا مسافر. خداوند جل و علا در آیات‌هایی که وابسته به رمضانند یعنی روزه‌اند در اونجا میگوید آنانی که در سفرند یا بیمارند یا مادرانی که باردارند، حاملند
یا مادرانی که شیر میدهند، اینها باید توصیه دختر را باید بپرسند. دختری که طبیبی که از روی انصاف و علم صحبت میکند. وقتی دکتر به این مادر بگوید که تو باید فرزندت را شیر بدهی، باید روزه‌ات را بخوری که به سلامتیت ضرر دارد، پس در اینجا فتوا همین است که روزه ماه مبارک رمضانش را در همان روزها میخورد، به خاطری که در جسم و جانش بیماری نیاید و ضرر نشود، در فرزندش ضرر نشود. سپس میتواند برای هر یک روزی اون قضا یک روز، وقتی که سالم شد یک روز در عوض یک روز باید قضا بدهد. خب بیماران هم چنینند. بیمارانی هستند که شفا یابند، شفا مییابند انشاءالله با امید خداوند. یعنی که بیماری هست که علاج شونده است. پس اینها هم وقتی که در ماه مبارک رمضان بیماری وزنی شدند و طبیب گفت که شما باید روزه‌تان را بخورید برای که در سلامتیتون و جسم و جانتون ضرر میارد، پس باید شما بخورید. اما باید به تاکید میگویم که روزه در بسیاری از بیماری ها شفا میبخشد و تبابت میکنه. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. عزت من سلام باشید. برکت این رحمت. عزت من خداوند به همون. بله شما بله خب سلام علیکم. خب ما در همین موضوع صحبت کرده استودیم که به کدام گروه از انسان ها روزه گرفتن یا روزه خوردن اجازت است. پس گفتیم مسافر، اونانی که از 120 کیلومتر زیادتر مسافت را طی کردند و اختیار دارند، اگر ببینند که صحتمند و تندرستند اختیار دارند، اگر روزه بگیرند بهتر است برای آنها، لیکن اگر روزه بخورند هیچ ممنوعیتی برای آنها نیست. خب برای بیماران هم چنین است. چنانکه که ذکر کردیم در بسیاری از بیماری ها، تو حتی بیماری های سرطان و دیگر بیماری های وزنی، همگی و اکثریتش با روزه‌داری یعنی نخوردن علاج و تبابت می‌یابند. اما در موضوع اعتکاف این یک موضوع جداگانه است. این اعتکاف در 10 روز اخیر رمضان. خب اعتکاف چیست؟ اعتکاف یعنی اگه انسان میگوید که پروردگارا من به خانه‌ات آمدم و تا مرا نبخشی از خانه‌ات بیرون نمیشم. اعتکاف یکی از سنت‌های مؤکده است. پس انسان میگه پروردگار تا مرا نه آمرزی و نبخشی خانه‌ات را ترک نمیکنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستند 10 روز اخیر. پس در موضوع اعتکاف خدا خواهد مفصل باز صحبت خواهیم کرد. ببینیم خدا خواهد با این حدیث برنامه را به آخر میرسونیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند می‌فرمایند الصوم جنة، روزه سپری است در برابر آتش جهنم، یک جوشن است که انسان را از آتش جهنم میرهاند، نجات می‌دهد. فلا يرفث ولا يجهل. پس چه میگوید که وقتی روزدار نباید ناسزا بگوید، نباید عملی جاهلانه انجام بدهد. و اگر مردی به او آسیب رساند، هر کسی او را خفه کرد یا او را آسیب رساند، در جواب باید بگوید که من اینی صائم و بگوید من روزدارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد میکنند، میگه والذی نفسی بیده،
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، بوی دهانی روزدار نزد پروردگار جل و علا محبوب تر است اطیب عند الله تعالی من ریح المسک، از بوی میسک، از قیمتترین دوخی ها، از قیمتترین خوشبویی ها، این بوی دهانی روزدار نزد پروردگار جل و علا محبوبتر و خوشایند است. پس یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی. خدا میگوید که بندم به خاطر من خوراک و نوشیدن و شهوتش را ترک کرد. پس میفرماید الصوم لی، روزه برای من است. الصوم لی، خدا میگه که روزه برای من است. هر کسی که روزه میگیرد پاداش او نزد من است. و انا اجزی به، و من پاداش روزه‌داران را میدهم. و انا اجزی به و الحسنة بعشر امثالها، و هر نیکی برابر به 10 پاداش است. خداوند جل و علا در قرآن مثال میارد، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثال کسانی که در راه خداوند انفاق میکنند، نیکی میکنند. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، مانند یک دانه است که در زمین میکرد، میشنود، از او 7 خوشه میباید که در هر یک خوشه آن 100 تا حاصل است. اگر یک نیکی میکنی برای تو از 70 تا 700 اجر و پاداش داده میشه. در دوام آیت چی زیبا خدا جل و علا میفرماید که من به هر کسی بخواهم زیاد و بی حساب نصیب میکنم. والله یضاعف لمن یشاء، خدا به هر کسی که بخواهد بر زیاد نصیب میکنه. والله واسع علیم. بیننده عزیز، امیدوارم که من و همه بینندگان از این برنامه استفاده نیک کرده باشیم. خداوند جل و علا روزه ها و تمام نیکی ها و تمام عبادت هایمان را قبول گرداند. و در حدیث آمده است که هر شب رمضان خداوند جل و علا بندگانش را از آتش جهنم میرهاند. خداوند جل و علا ما و شما را از جمله کسانی که از آتش جهنم نجات یافتند بگرداند. خداوند جل و علا دیدارش را به ما و شما نصیب کند، رازگیش را به ما و شما نصیب کند. همان گذشتگانی که امید دعا دارند خداوند جل و علا همگان را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور و روحهایشان را شاد بدارد و عاقبت آخرت همه ما را نیک کند. و صلی الله وسلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. سلامت. السلام علیکم.